دوباره بیدو وارد آسمان ایران بکنن، ایران یک سورپرایز و یک شگفتانه بهشون نشون خواهد داد که در دنیا دیگه سرشون نتونن بالا کنن. به حضور شما عرض کنم که بیدو افتاده، یک دونه ازش افتاده، سیستمش هم دارن پیدا میکنن و بیاد این بار حک میکنن، همه رو میشونن. این رو با پشتوانه قوی داره، میگه این یک واقعیتی و درست هم داره ادعا میکنه. لذا اینی که توی مسائلی که داره عنوان میشه، قضایا یه مقدار پیچیده است، نمیتونن به این راحتی موضوعات رو عنوان کنن. یکی این که بحث جاسوس داخلی، یعنی به قدری سیستمای امنیتی همه وزارتخونه‌ها بدون استثنا ما جاسوس داریم. نشانی بخوام به شما بدم، شب آخری که اینا حمله کردن به ایران 14 تا پدافند خیلی قوی توی تهران زدن با مشخصات دقیق. پدافند رو از کال انداختن، بعد هواپیماها وارد آسمان تهران شدن. بعدم شب آخر، چون عصرش تمام اینا رو پدافنده رو زده بودن. جاسوس ها اینا رو اطلاعاتشون رو داده بودن. این اطلاعاتی که از سمت جاسوس ها به اونها داده شده بود مشخصات دقیق بود. امروز مسئله بیدو رو اگر باز نمی کنن، خیلی از سیستم ها هستن که دنبال خبر بیدو که اون چی شد. قطعا و یقینا بدونید این رو یک دونه از این ها افتاده و سیستم بیدو ها هم حک، یعنی بیاد رو آسمان متوجه خواهند شد و حک میکنن، میشونن دیگه. مابقی دست خود نیروی سپاه، ولی یک دونه اولش نشست.